چی پدر باشد یا مادر باشد از دیدگاه دین هیچ حقی ندارند که پسر یا دختر خود را مجبور به کسی که اونها از اون راضی نیستند، یعنی دختر راضی نیست یا پسر راضی نیست، بر اون به طریق اجبار یعنی مجبور کنند که این در نکاح اون بدرآید یا اینکه پسرشون را اون دختری را بدهند که پسرشون راضی نیست. و حتی علما تا این حد در این باره صحبت کردگی هستند که پدر و مادر اگر اجبار کردنم این دختر یا این پسر به کله نگرفت، به گپ اونها نکرد، راضی نبود، به اجبار میخواستند در عقد نکاح آن بدرآورند، در این حالت این در حقوق والدین نمیدرآید. یعنی ما نمیتوانیم که بگیم این حق پدر شد و حق مادر شد به خاطر که گپ اونها را گوش نکرد. تجربه نشان میدهد که اجبار نباید بکنند. هم از دیدگاه دین این چیز معنی است، هم از دیدگاه حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم، از دیدگاه فقها، علما، بزرگان دینی من شما که من هست که پدر و مادر به اجبار اونها را بر جاده زندگی بکشند. و بسیاری جوانانی که جدا میشوند در اینجا میان میگن این زن من نیست، این زن پدرم هست، یعنی پدرم مرا دادگی هست. یا میان میگن که این خوش تبار مادرم هست، مادرم مرا دادگی است، این خوش کرده خودم نیست. اگر باوری، اعتماد و محبت اینها نباشند، یعنی اصول های زندگی طرفین استوار نیست. وقتی که اونها را مجبوری میدهند، اونها به هر حال به جدایی میرسانند یکدیگر را. لیکن توصیه ما همی است به اون جوانانی که الکی جاده زندگی را قدم گذاشتن، چی به طریق اجبار باشد گذاشتن، کوشش کنند که این را یک زندگی خوب کنند. این توصیه دین مبین اسلام است. نه که اگر در نتیجه نخواستن قلبی و یکدیگر را یعنی جسماً نمیخواهند، این میتوانند که با خوبی، با مصلحت یکدیگر، با مصالحت جدا شوند. اینا وقتی که مرا شوهر دادنی میشوند، من باید اولا همون شخص خودم باید که بشناسم، بدانم و چگونه است، خیلی است. باید که پدر و مادر عقیده مرا به نظر گیرند. مجبوران عائله برپا کردن جوانان کاری خطا است البته، زیرا که عائله سالم نباشد جامعه هم سالم شده نمیتواند. شخصا من خودم میخواهم که پیش از عائله برپا کردنم و عائله دار شدنم باید پدر و مادرم از من پرسند. اگر مجبورن به شوهر چند بین آنها نافهمی‌های بسیار میشود، باید اول دختر پرسند که آیا او راضی است یا نیست. راضی نیستم که مرا مجبوری عائله دار کنند. هیچ یک شخص نمیتواند با مجبوری عائله دار شدن یا اینکه مهر پیدا کردن. نسبت زن اگر مهر نداشته و محبت نداشته باشند با ویرانشوی عائله آورده میرسونند. شخص باید خودش انتخاب کرده آینده عائله دار شود. به فکر شخصی من مجبوری عائله دار کردن این عاقبت خوب ندارد و در برابر این باید جوانان با خواهش خود یعنی که همسر آینده خود را انتخاب کنند.